مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان عزیز و گرامی و علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در سلسله برنامه های الگوهای هدایت قرار داریم که در برنامه گذشته و یا برنامه قبلی پیرامون سیدنا عمر رضی الله عنه و نقش سیدنا عمر رضی الله عنه در رکاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یا به تعبیر دیگر سیدنا عمر رضی الله عنه در میادین جهاد همراه با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که در جریان بدر اشارات مختصری کردیم که سیدنا عمر رضی الله عنه چی نقش داشتن و چگونه مشوره دادن و همچنین در مقابل دشمنان چگونه جانفدایی و جان نثاری از خود نشان دادن. در همین موضوع که باز هم پیرامون سیدنا عمر رضی الله عنه در میادین جهاد همراه با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما قرار داریم. روزی سیدنا عمر رضی الله عنه بعد از اینکه از غزوه بدر برگشته بودن، در کنار مسجد در گوشه نشسته بودن و با اصحاب جریان بدر را صحبت می کردن. در آن لحظه ناگه متوجه شدن که شخصی آمد و اسب خود را در گوشه بست و سیدنا عمر رضی الله عنه صحابه متوجه ساختن که متوجه این شخص باشید. این کی بود؟ این کی بود که وارد مدینه شده بود و سیدنا عمر رضی الله عنه از جا برخواستن و صحابه متوجه ساختن که متوجه باشید که این به قصد سوء آمده. حتی در بعضی از روایات و تاریخ می نویسد که سیدنا عمر رضی الله عنه برخواستن و او شمشیری که در دست داشت او را گرفتن و حلقه و یا او رسمانی که در شمشیرش بود در گردنش آویزان کردن و او را در آن رسمان محکم بستن. این شخص کی بود که سیدنا عمر با او چنین برخورد کردن و سیدنا عمر صحابه متوجه ساختن؟ این شخص به نام عمیر ابن وهب، این کسی بود که
در مکه مکرمه با صفوان در کنار کعبه نشستن و گفتگو کردند که چی کسی میتواند نعوذ بالله من ذلک پیامبر را به قتل برساند؟ چی کسی میتواند محمد را از بین ببرد؟ عمیر ابن وهب با صفوان میگوید که من میتوانم این کار را انجام بدم، ولی من اولادها دارم، فامیل دارم، خانواده دارم. اگر کسی سرپرستی اینها را به دوش بگیره من این کار را میکنم. صفوان متعهد شد برای عمیر ابن وهب که من سرپرستی خانواده تو رو به دوش میگیرم و اون قرضی که تو داری من قرض تو را پرداخت میکنم و تو این کار را انجام بدی. وقتی این گفتگو بین عمیر ابن وهب و بین صفوان صورت میگیره، عمیر ابن وهب حرکت میکنه و میایه به قصد و به اراده جان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. به همینه که زمانی که عمیر ابن وهب به دروازه مسجد اسب خود را میبنده، سیدنا عمر رضی الله عنه متوجه میشن، چون قبلا او را میشناختن که انسان شریر هست. او اذیت هایی که مسلمان ها در مکه میکرد و او شکنجه هایی که مسلمان ها میداد و او اعمال و رفتار بدی که نسبت به مسلمان ها عمیر ابن وهب داشت، سیدنا عمر او خوب میشناختن، به این واسطه او را محکم گرفتن. هنگامی که سیدنا عمر رضی الله عنه عمیر را محکم میبندد، با شمشیرش را به گردنش میاندازد، در این لحظه رسول معظم اسلام متوجه میشن و برای عمر میگن که ای عمر او را رها کن. وقتی که سیدنا عمر او را رها میکند و قبلا هم سیدنا عمر برای صحابه میگه متوجه باشیم و به رسول الله خبر برسانیم که این به قصد سو آمده، قصد خوبی ندارد. به اینه که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم صدا میکنن ای عمیر، ای عمیر، به چی کار آمدی؟ روی چی هدف آمدی؟ روی چی انگیزه آمدی؟ به قصد چی آمدی؟ عمیر به رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید که یا محمد، من اسیری دارم به دست شما که به نزد شماست آمدم تا او را خلاص کنم. فقط روی هدف آمدم که از اسیر خود خبر بگیرم و اسیرم را آزاد کنی و من او را همراه خود ببرم. از معجزات نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای عمیر چی جواب میدن؟ رسول معظم اسلام میفرمایند ای عمیر، به دیگه قصد آمدی، به دیگه هدف آمدی و به دیگه نیت آمدی. در کنار کعبه با عمیر که تو عمیر بودی با صفوان چی گفتگو کردید؟ اینجا عمیر ابن وهب جا میخورد و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از عمیر پرسان میکنند پس وقتی به این آمدی که اسیری داری، پس چرا شمشیر به همراه تو هست؟ شمشیر داشتن به دست تو و آمدن در محضر مسلمان ها این پیام خوبی نداره. اگر تو واقعا به نیت اسیر آمدی و به قصد و اراده و هدف اسیر آمدی، پس این شمشیر چی معنایی داره؟ اینجا عمیر خیلی نکته جالبی از شمشیر خود یاد میکنه. میگه خداوند این شمشیرها را زشت بگرداند، خداوند این شمشیرها را زشت بگرداند مگر توانستن کاری به ما انجام دهند؟ در بدر اینها به ما کاری کردن که امروز این کاری بکنه؟ بعد رسول معظم اسلام اینجا میفرمایند که ای عمیر، او گفتگوی تو با صفوان در کنار کعبه که سرپرستی اولادهای تو رو به دوش گرفت
و پرداختن قرض تو را به دوش گرفت، او گفتگو به خاطر چی بود؟ در حالتی که این حرف که در کنار کعبه فقط عمیر و صفوان میدانستند، دیگه هیچ کس نمیدانست، بین این دو گفتگو شده بود. در این لحظه عمیر رو به طرف رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می کند و میگوید به راستی که تو پیامبر خدا هستی. این گفتگویی که من با صفوان داشتم، بین من و صفوان هیچ کس نبود. تو از کجا خبر داری؟ جز این که خبر آسمانی است که برای تو رسیده. من به این قصد آمده بودم، به این اراده آمده بودم، ولی الان به ندامت و پشیمانی افتادم و الان یا رسول الله به تو ایمان می آورم. عمیر ابن وهب به رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم ایمان می آورد. عمیر مسلمان می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی می فرمایند؟ می فرمایند با برادر خود به عمیر قرآن یاد بدهید و اسیرش را آزاد کنید. صحابه عمیر را به آغوش می گیرند. سیدنا عمری که قبلا به اون رسمانی که در شمشیرش بود او را محکم می‌بندد و میگوید یا رسول الله متوجه باشید که این انسان شریر هست، این انسانی است که شرعی به اسلام زیاد رسیده، به مسلمان ها زیاد رسیده. وقتی ایمان می آورد و مسلمان می شود، سیدنا عمر او را به آغوش می گیرد، صحابه او را به آغوش می گیرند. عمیر مسلمان می شود و برایش قرآن یاد می دهند و بعد اسیرش را آزاد می کنند. عمیر با دین و با اسلام و همراه اسیری که دارد در کنار مسلمان ها زندگی می کند و یا اینکه بر می گردد به طرف مکه مکرمه. حالا از این واقعه و از این داستان چی معلوم می شود؟ بحث ما پیرامون سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هست و اینکه سیدنا عمر همراه و یا همرکاب با رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. از این داستان و از این قصه جریان هوشیاری سیدنا عمر رضی الله عنه. سیدنا عمر هست که با چی هوشیاری و چی زیرکی دشمن را می شناسد. سیدنا عمر دشمن شناس هست، دشمن را شناخت، از مکرش، از حیلهش. حالا رسول الله صلی الله علیه و سلم که به ذریعه وحی واقف شدن، اما سیدنا عمر رضی الله عنه از چی واقف می شود؟ از اون هوش و فکر و ذکاوتی که خداوند برای سیدنا عمر داده بود به این قضیه متوجه می شود و دشمن شناس هست. نکته دوم اینه که سیدنا عمر تدابیر امنیتی دارد، سخت متوجه امنیت مدینه، امنیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و شخصیتی است که متوجه همه این قضایا هست. پس دو درسی که از این داستان ما میگیریم: اول هوشیاری و زیرکی سیدنا عمر، دوم تدابیر امنیتی که سیدنا عمر رضی الله عنه در این عرصه دارن که انشاءالله باز هم پیرامون سیدنا عمر در میادین جهاد همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از یک میان برنامه انشاءالله بیان خواهیم کرد. با ما باشید. السابقون الأولون من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. خدمت همه عزیزان مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون هوشیاری و زیرکی سیدنا عمر رضی الله عنه که دشمن را شناخت و همچنین در قضیه تدابیر امنیتی اشاره کردیم. همچنین نقش سیدنا عمر رضی الله عنه در بدر، چون در بدر بیشتر اشاره میکنیم چون غزوه سرنوشت ساز بود، اولین غزوه بود، غزوه‌ای بود که دنیا متوجه امت اسلامی، یک امتی که در آن روز به اقلیت قرار داشتن، دنیا متوجه شد که در مقابل لشکر 1000 نفری با تمام امکانات و تجهیزات استادگی کردند و دشمن را شکست دادند. به این واسطه پیرامون غزوه بدر بیشتر اشاره کردیم نسبت به نقش سیدنا عمر رضی الله عنه. سیدنا عمر رضی الله عنه در غزوه بدر چه کار میکنن؟ سیدنا عمر رضی الله عنه پیوند خویشاوندی را که در برابر پیوند عقیدتی قرار میگیره، ما دو پیوند داریم، یک پیوند خویشاوندی هست، یک پیوند عقیدتی هست. بعضی وقت انسان به خاطر قوم و خویش و اقربا و خویشاوندان و اینها کنار هم دیگر قرار میگیرن و بعضی وقت انسان به خاطر عقیده خود، یک مسلمان در اروپا زندگی میکنه، یک مسلمان در افریقا زندگی میکنه، یک مسلمان در آسیا زندگی میکنه، یک مسلمان فارسی صحبت میکنه، یک مسلمان انگلیسی صحبت میکنه، یک مسلمان روسی صحبت میکنه، یک مسلمان چینایی صحبت میکنه. وقتی کنار هم دیگر قرار میگیرن همدیگر را به آغوش میگیرن. این پیوند عقیدتی هست. پیوند عقیدتی بالاتر از همه پیوند هاست. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی میفرمایند سلمان و منا، سلمان از ما هست، سلمان جز اهل بیت هست و خاندان ما هست، این پیوند چگونه پیونده هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم عرب، سلمان از فارس، چگونه پیوندی؟ این پیوند عقیدتی هست. وقتی که در کنار هم دیگر سیدنا ابوبکر صدیق، بلال حبشی، سلمان فارس، صهیب روم، اینا کنار هم دیگر که قرار میگیرن و محبت میکنن، این چگونه پیونده هست؟ این پیوند عقیدتی هست، خیلی مهمه. اگر پیوند عقیدتی نبود، پیوند خویشاوندی زود به هم میریزه و باید هم به هم بریزه. ابولهب با رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه پیوندی داشت؟ چگونه ارتباطی داشت از لحاظ قومی و خانوادگی؟ کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما تبت یدا ابی لهب و تب میشه. ابو جهل جز اقوام بود،
پس سیدنا عمر رضی الله عنه چه کار میکنه؟ پیوند خیشاوندی را وقتی میبینه که این پیوند با پیوند عقیدتی روبرو شد، چه کار کرد؟ این را در هم شکست. در بدر سیدنا عمر داعی خور، مامای خور. ماما داعی چقدر نزدیکه. مامای خور که او کی بود؟ عاص ابن هشام بود، او رو به قتل میرساند. نمیگه تو مامای منی، تو برادر مادر منی. نگاه میکنه سیدنا عمر دید که خیشاوند هست، پیوند خیشاوندی داره ولی پیوند عقیدتی نداره. اولین کسی که این پیوند در هم شکست و پیوند عقیدتی زنده کرد سیدنا عمر رضی الله عنه. بنازم غیرت تو را، بنازم شجاعت تو را، بنازم اون ایمان کامل تو را، بنازم اون بازویی که شمشیر بر می داره و بر او شمشیر قل جاء الحق می شود و زهق الباطل قرار می گیره، باطل کنار میره و حق زنده میشه. یک لحظه فکر بکن، سیدنا عمر روبرو میشن، یعنی چی کسی به قتل میرسانن؟ داعی خور، مامای خور، برادر مادر خود را. یک چیز هست میگه بین ماما و خواهرزاده چقدر محبته، ولی محبت که به خاطر الله باشه ارزش داره، بغض که به خاطر الله باشه ارزش داره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم که به سیدنا عمر گفتن که ای عمر، ایمان نداره کسی که مرا از همه بیشتر دوست نداشته باشه. سیدنا عمر میگه یا رسول الله، من شما را از همه چیز بیشتر دوست دارم الا نفسی، مگر از نفس خود. رسول معظم اسلام میفرمایند ای عمر، ایمان کامل نمیشه تا اینکه شخص مرا از نفس خود هم باید بیشتر دوست داشته باشه. سیدنا عمر میگه یا رسول الله، من شما را از جان خود، از مال خود، از تمام زندگی خود، از همه چیز شما را بیشتر و بیشتر دوست دارم. رسول معظم اسلام میفرمایند الان یا عمر، الان ایمانت کامل شد. در اونجی به صراحت رسول معظم اسلام میفرمایند که ایمان عمر ایمان کامل هست. در اینجا هم که وقت سیدنا عمر پیوند خیشاوندی میزند کنار، وقتی در برابر پیوند عقیدتی قرار میگیره او را در هم میشکنه، در این حدیث چی زیبا به اکمال ایمان عمر رضی الله عنه، یعنی به کامل بودن ایمان سیدنا عمر که رسول معظم اسلام فرمودن من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله. ادامه حدیث چی میفرمایند؟ فقد استکمل الایمان. حالا دیگه ایمان کامل میشه. محبت به خاطر الله، بغض و دشمنی به خاطر الله، یعنی با کسی محبت میکنیم به خاطر الله، دشمنی میکنیم به خاطر الله، چیزی به شخص میدیم به خاطر الله و از جای چیزی منع میکنیم به خاطر الله. فقد استکمل الایمان. سیدنا عمر رضی الله عنه در اینجا حرکت نشان میدن که کاملیت ایمان سیدنا عمر رضی الله عنه نشان میدهد. و همچنین سیدنا عمر رضی الله عنه در غزوات دیگر، غزوه احد، غزوه احد چگونه غزوه هست؟ وقتی که
غزوه احد را نگاه میکنیم، مطالعه میکنیم، ظاهرا مسلمان ها شکست خوردن، اگرچه مسلمان هیچ وقت شکست نمیخوره. ظاهرا در عالم ظاهر میبینیم که در احد 70 نفر از مسلمان ها شهید میشن و سیدنا حمزه شهید میشن، دندان رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید میشه، رخسار مبارک خون آلود میشه، مشکلات سر مسلمان ها میآیه. در وقتی که مشکلات سر مسلمان ها آمد، رسول معظم اسلام بلند میکنن به کوه. در آن وقت ابو سفیان میآید. یک نکته اشاره میکنم، وقتی ما این بحث ابو سفیان و ابو سفیان داریم که الان باید بگیم که حضرت ابو سفیان رضی الله عنه هنوز مسلمان نشده بود. بعدها که در فتح مکه هست ابو سفیان مسلمان می شود. ابو سفیان میایه در پایین کوه صدا میکنه. چی میگه؟ ابو سفیان صدا میکنه میگه که آیا محمد در میان شما هست؟ آیا محمد در میان شما موجوده؟ رسول معظم اسلام میگن که جواب این را ندهید. بعد از رسول معظم اسلام مخاطب میکنه و صدا میکنه که آیا در میان شما پسر ابو قحافه هست؟ یعنی ابو بکر هست؟ باز هم جواب نمیدن. رسول معظم اسلام فرموده بودن جواب ندهید. بعد از سیدنا ابو بکر صدیق صدا می کند که آیا در میان شما پسر خطاب هست؟ یعنی عمر هست؟ ببینید جایگاه این شخصیت ها را به دشمن خوب واضح بود، آشکارا بود که ابوبکر صدیق در چی مقامی قرار داره، عمر فاروق در چی مقامی قرار داره. دشمن مخاطب میکرد در میان شما محمد هست صلی الله علیه وسلم، در میان شما ابوبکر هست، در میان شما عمر هست. بعدن ابو سفیان صدا می کند که اینها کشته شدن، اگر زنده می بودن جواب می دادن. در آن لحظه عمر رضی الله عنه از کنترل خارج می شود. این تحمل کردن نمی تواند که دشمن صدا بزنه که محمد کشته شده. سیدنا عمر حرکت می کند و می گوید که ای دشمن خدا، دروغ می گویی. خداوند کسانی را که مایه رسوایی تو و لشکر تو خواهند بود زنده نگه داشته است. اینها زنده اند. بعد رسول معظم اسلام می فرمایند که ای عمر جواب ابو سفیان را بدی. الله اکبر. رسول معظم اسلام می فرمایند ای عمر جواب بده برای ابو سفیان. ابو سفیان چی می گوید؟ ابو سفیان می آید صدا می کند که امروز با دیروز. امروز با دیروز یعنی چی؟ یعنی دیروز در بدر شما 70 تا را از ما کشتید، شما ابو جهل را کشتید، امروز ما 70 نفر شما را کشتیم و حمزه شما را کشتیم. رسول معظم اسلام میگن ای عمر جواب بده. سیدنا عمر میگوید هرگز امروز با دیروز برابر نیست. دیروز که ما کشتیم کشته های شما در جهنم هست و امروز که شما کشتید اینها شهدایند که در او منقارهای مرغان سبز در بهشت سیر میکنند و زنده‌اند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. و بعد ابو سفیان لات و عزا را سر میدهد به سربلندی اونها. عمر رضی الله عنه از خدای که لا شریک هست، از ذاتی که لا شریک له هست، از او سر میدهد و میگوید خدا مولای ماست و شما مولای ندارید. به این طریق سیدنا عمر رضی الله عنه جواب ابو سفیان را میدهد و ابو سفیان برمیگردد و میرود. این نقش سیدنا عمر رضی الله عنه در احد هست که جواب دشمن را میدهد
و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای عمر میگوید که ای عمر اینجا صدای خود را بلند بکن و دشمن را متوجه بساز که مسلمان ها هستند و هرگیز از این شهید شدن و از مجروح شدن و از این حالت نترسیدن و نمیترسن. به هر حال برای مسلمان ها پیروزی است. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده که ما پیرو واقعی اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بشیم و قدم به قدم راه صحابه را و راه اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و راه بزرگان و سلف صالحین را تعقیب بکنیم تا برنامه بعد که باز هم پیرامون سیدنا عمر در میادین جهاد همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. ان شاء الله باذن الله در خدمت شما خواهیم بود. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. تا برنامه بعد خدا حافظ و نگهدار شما. مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له